سلام علیکم حاجی من طرزی پول روان کردن تاجیکستان رو برای شما نشان میدم. پلاتیوژ зарубежный. خب зарубежный чиқдем перевод в СНГ. این راه آسان است. ایزالات کارنده این آسان است. مثال کدام دولت روان کردن باشین اونجا تاجیکستان مثال دلار رو کدام دلار روسی روان کردن باشین روسی. خب چند سوم روی میکنیم مثلا 1000 روبل. راستشتت کمیسیا. خب 30 روبل کمیسیا شد. من نمیدونم تو چند هزاره کمی 30 روبل میگیره. 500 هم روان کنین 30 روبل. من 100 روبل روان کردم. 100 روبل 30 روبل کمیسیا گرفت. از تاجیکستان گرفتن. من به همین خاطر ویدیو را کرده ایستادم. این راهی آسان است. مشکل از ازالت کارنده این آسان است. پول روان کردن از بسیاری ها دارین کارتا. این راهی آسان شای. نمیدونم تو چند هزاره را که 30 روبل بعد چند هزاره که بعد با خیلی کمشیدن رفتن میگیرد. چند هزار باشد من انیقش نمیدونم. 1030 روبل. продолжать. نام کارت چه کارت مثال کارت شما هست اینجا نمرش همه چی تئوره. نمره تلفن رو میگین نمره کی ای تاجیکستان است. اگر نمره نباشه نمره نیست مشکل است. فامیلیا ایمی отчество میگین продолжать میکنین تمام. ای خطون هیچی نمیزنین میرود продолжать میگین فامیل ایمی отчество. مثال получатель ای توریست با کسی شما رو کردنی هستین و هم مثال نام نسب شما می نویسین نمیجه همشه продолжать میگین تمام. نمره پیاده شما ده میتین دمی اکرانتون میبره میتونین کی سخرانید کنین تلفنتون میتونین با کسی رو کنین و کسی کرنشاد میکنین میستاد. این خیلی راهی آسان است. продолжать میگین کد شما رو میتین زنگ میزنین مثال کد چه میتین رو میگین خیلی مشکلی هر یک شخصی است. این ویدیو رو میتونین با یار دوستاتون روان کنین که راهی پول روان کردن آسان است. این مشکل نیست. لایک قبل класс هم بجخین همشه یک بار بجخین. Понравился выпуск? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите